سلام دوستان، خوبید؟ من از مسافرت برگشتم، یه ولاگ ترسناک از قبرستون گرفتم. خب بریم که ببینیم. اومدم تو روز رو که تنها اومدم. ببینید که اینجا پر از قبر قدیمیه، باحاله. بیشترشون از این قبرهای سنگیه، بیشترشون از سنگای همین مرمره. خیلی باحاله. میبینین که یه قبرم اینجا شکسته، نمیدونم چرا اما شکسته. هرکی این کار کرده و کارش درسته. یه قبرم میبینین که سایبون داره، خیلی باحاله. فکر کنم مال شهیدی چیزی باشه، نمیدونم. اینجا میبینین یه قبر خیلی نازکی هست و اینجا میبینین یه قبر سنگ مرمر داره، خیلی هم جالبه. الانم عیده، همش سبزه گذاشتم برای هر قبری. ببینی خیلی باحاله. اگه یه قبر خالی باشه اینجا، من میخوام چالش این که چه حسی داره که داخل قبر پشت میزنن. خیلی باحاله. اگرم صدا کم میاد ببخشید بچه‌ها، چون که فضا بازه نمیشه. میخواستم شب بیام اما کسی نبود بیاد، میترسیدم. میدونین خیلی ها میترسن. اینجا پر از جن روحه، هر چیزی که فکرشون هم نمی‌کنیم از کجا بدونیم. خیلی باحاله. یه سگم اونجاست داره باق میکنه. حواسم هم هست که نیفتم. اگر اینجا براتون آشنای ممکنه این نزدیکی ها باشین، حالا نمیدونم شاید بدونین، اما به هر حال اینجا قبر خیلی بدیه. مثلا همش میدونین اینجا توی کوه. اگرم اینجا رو نمیشناسی ممکنه جایی باشه که قبر یکی از عزیزانتون اینجا باشه. کوه، روی همین کوه ممکنه خطرناک باشه، حواستون باشه. برم ببینم اون قبری که چیز داره. خیلی باحاله، خیلی خفن میزنه. اینجا الان اومده بودم پر از جک جونور بود، مورچه های قولپیکر اندازه سوسک، یعنی خود سوسک هم قورت میده. خیلی باحاله. ببینید اینجا یه حصار داره، یه قبری که میتونید ببینید داخل این ظرف آشغالیه پر از 1000 پایه. یه مورچه قولپیکر هم اونجا بود. اینجا خیلی باحاله چیزای اینجا. ببینین که پر از قبره، همشون فقط از سنگ معمولی هن یا مرمره. فقط جالبی قبرها اینه که نازک هم میذارن. این منو توجه منو جلب کرد. خیلی باحاله. ببینید شیب داره اینجا. این همین سنگه حالا که توه. زمین سنگی که داخل زمین نیست. ببینم کجاست. این که نی. این که نی. این حالا به هر حال یه سنگ معمولی هم کوچیک باشه میافته. نگاه میافته پایین. حالا شیبش صافه اینجا. حالا مهم هم نی. خب اینجا پر از قبرم، فقط سنگ معمولی گذاشته. خب بچه ها دیدیم که یه قبرستون عجیبی بود. من نمیدونم دلیل هرمی بودن بعضی از قبرها، نمیدونم چرا هرمی بودن یا چرا بقولن نازک بودن. عجیبه برام.
من دلیل اینکه نمیدونم چرا قبرها رو اینطوری ساختن من نمیدونم، اما قبرهای عجیبی بودن و اونجا پر از جک جونور بود و حتما سابسکرایب کنین یا همون دکمه مشترک شدن رو بزنین و لایک فراموش نشه و دکمه زنگوله رو میزنم، ویدیوهای بیشتر میذارم و کامنت انگلیسی حتما بذار که ثابت نپره یا همون مشترک شدنت که مشترک میشی ممکنه بپره و چند نفر یه دیگه گفتن چرا حساب ما پرید. خب دلیلش الان بهتون میگم. یوتیوب یه قانون مزخرفی گذاشته خب الکیه که حسابتون میپره الکی، مسخره بازیه دیگه. خب بریم که بریم. خداحافظ یا زنده باد انسانیت.